دوستان فقط چند روز کم مونده توکن داگرس داخل صرافی ها لیز بشه، ولی قبل اینکه لیز بشه باید این چند تا کار رو حتما انجام بدید. اولی اینکه اینجا توی این قسمت باید کیف پول رو به تونکیبر متصل کنید، با چند تا کلیک به آسونی متصل میشه. و اینجا هم این قسمت برای ما نیست، اینجا میتونید توکن هاتون رو انتقال بدید به ولت تلگرام، ولی ما داخل ولت تلگرام تحریم و اگه توکن ها رو به اونجا انتقال بدیم برای همیشه از دستشون میدیم. و اگه اینجا کلیک کنید دوستان چند تا چیز میاره. اولی میگه که باید کانال تلگرامشون رو دنبال کنید. کانال تلگرامشون الان نزدیک 16 میلیون عضو داره، حتما باید با عدلیت وارد بشید. و اینجا هم گفته باید داخل کانال توییترشون هم عضو بشید، باید فالوش کنید. و اینجا هم گفته که باید کیف پول رو به تونکیبر متصل کنید که همونجا با اونجایی که قبلا گفتم به آسانی با چند تا کلیک متصلش کنید. و اینجا هم گفته که باید ستاره تلگرامی بخرید برای اینکه وقتی که آزاد شد برای انتقال به کیف پول لازمش دارید. و اینم به نظرم یک کار اشتباهه، لازم نیست این کار رو انجام بدید. شما برید از صرافی ارزتون بخرید و انتقال بدید به کیف پول. و دوستان فعلا توکن داگرس داخل هیچ صرافی لیز نشده و هر کسی هم گفت میخوام ازتون بخرم یا داخل اون صرافی لیز شده براتون میفروشم و اینا فهمش کلاهبرداریه. به هیچ وجه به چنین اشخاصی اعتماد نکنید و کانال هاتون رو دستشون ندید. موفق باشید.